کی میخوایم بریم؟ وقتی بیبی مرد. چیکار داری میکنی؟ سلام خوبی؟ من به شای خالی برای خودم میکشتم. نگاهمو داری میری مسافرت، دارم وسایلو من جمع میکنم. اوه چه غلط ها. بابا دیشب قرقریش که کشید گفت بچه ها ده بخوام ببرم مسافرت. آها کلش داغ بوده، خیلی رو حرفاش حساب نکن. کی میخوایم بریم؟ وقتی بیبی مرد. چرا بیبی بمیره؟ خب باید او بمیره که ما بتونیم پولش برداریم بریم. نه بابام گفته ننن که مرد، ارث میراثش برمیدارن، بچه ها میبرن، همش اخشال میکنه. مامان مگه این شانس ما باشه ننه تو عمر 9 میکنه. مگه بیبی پولم داره؟ ها خونه داره، ماشین داره، ولی نمیده. خب مامانو اقعد فوشش میده، میگه این پیرزن خسیس کنست نکبتو الان که بچه ها جبون هستن لازم دارن باید کمکشون بکنه، الان باید ارث میراثشون بدتشون. تازه خودش میاد بابای من قرضم میگیره ها، میگه پول ندارن همیشه، ولی به دختراش میده، به بابای خدا داده من نمیده. خب به بابات که بده همشو دود میکنه دایی جان. نه ما خیلی خونه بخریم. جون اما جعفر صادق علیه السلام یه دعای سفت کنافتی بکن که ایشالله همین امشب ببینیم.